مرحله سومش مرحله قتیبه است که دیگه مرحله چی است؟ تقدیر ساز بود برای عثیمین در حقیقت، چون که قتیبه نمیخواست به جزیه اکتفا کنه. یعنی بعد شکست سامانی ها دیگر ساسانی بعد شکست ساسانی نه در ساسانی هم میخواد، یعنی که در زمان ساسانی مردم عثیمین هیچ وقت با پررگی تابع ساسانی نبودن. این آدم مثلا عهدی که بسته بود شکسته بود با قتیبه. بنابراین قتیبه اومد و این شهر مردمش برده گرفت، غلام بود. ایسارا بله. اومد در فاریاب، مثلا فاریاب که در افغانستان است، اونجا میگن که شهر سوختگی است. اینه به حاکم سمرقند. بله، به غورک. بله. یعنی که با همین مردم خراسان همیشه دعوا میکردن که قتیبه سمرقند را خائنانه، غدارانه، عهدشکنانه فتح کرده است. سلام علیکم بینندگان گرامی، هر یک شما را به پادکست امروزه خوش آمدید میگویم و تا آخر برنامه همراه ما باشید. امروز یکی از مهمترین موضوعها را همراه استاد صحبت میکنیم. البته ما در شبکه نجم دو برنامه داریم درباره حالت اجتماعی و دینی ورارود یا خود آسیای میانه و همچنین فتح بخارا، و امروز درباره فتح سمرقند همراه استاد صحبت میکنیم. استاد شما را نیز خوش آمدید میگویم. سمرقند را میتوان گفت لؤلؤ درخشانترین آسیای میانه و سرزمین ورارود نامید. همچنین این شهر مرکزی پادشاهان و بزرگان و پایتخت آنها بود و مورخ معروف یاقوت حموی در معجم البلدان درباره سمرقند چنین گفته است: در روی زمین شهری را زیباتر و پاکیزه‌تر و دلپسندتر از سمرقند نمی‌یابی. بله، درست گفتند. و این مکان دانش و دانشمندان هم بود سمرقند، چنانکه که میگویند آفتاب علمی که هرگز آفتابش غروب نمی کند. استاد عزیز، بیایید به موضوع وارد شویم. نخستین سوال، شهر سمرقند چگونه فتح شد؟ بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. سمرقند چه خیلی فرموده در حقیقت یک دره هست، یک لؤلؤ در منطقه آسیای میانه یا ورارود حساب می شود. و فتح سمرقند میشد به سه مرحله تقسیم کرد. اول آمدن سعید ابن عثمان ابن عفان فرزند خلیفه سیوم، دوم سلم ابن زیاد که برادر عبیدالله ابن زیاد است، که هر دو آمدن لیکن فتح با صلح بود. یعنی می آمدن جنگ میکردن، مثلا بعد با همون حاکم سمرقند اتفاق میکردن، به مبلغ معین میرفتن، یعنی به اصطلاح جزیه. اما مرحله سومش مرحله قتیبه است که دیگه مرحله چی است؟ تقدیر ساز بود برای عثیمین در حقیقت، چون که قتیبه نمیخواست به جزیه اکتفا کنه. و میتونیم هجوم قتیبه به سمرقند رو به دو تاکتیک تقسیم کنیم. یعنی دو تاکتیک استفاده بود. یکی تاکتیک غافلگیر کردن سمرقند و دومش حیله نظامی رو به کار گرفت. یعنی اصلا بینیم پیش از هجوم به سمرقند، در سمرقند یک کودتا شد، به اصطلاح یک انقلاب غیر شرعی شد که غورک برآمد و ترخون را از وظیفه دور کرد و گرفتن زندانی کرد. غورک یکی از اما اتوریتی‌های همون زمانی چی بود. انا این چیز ترخون که با قتیبه کار میکرد، قتیبه گفت زمان مناسب برای دخالت به وضعیت سمرقند، یعنی که زمان مناسب فرا رسید. بله. چرا که ترخون که اینو رو نگاه میکرد، غورک که اومد، غورک به اصطلاح میدونید که حاضر مثلا میگن که به روسی میگن که یسترب، اونایی که جنگی هستن، اونایی که هستن کبوتری میگن مثلا. این از یسترب بود، یعنی از بازخورد، یعنی شخصیتش یک شخصیتی جنگاور بود، میخواست با مسلمان‌ها جنگ کنه. اما ترخون راه صلح رو پیش گرفت. غورک راه جنگ بنابراین گفت که از جمله بازها بود. خب وقتی که قتیبه رفت و با شاه خوارزم میگن که برادرش یک بسیار انسان عیاش، زنک بازی یا انسانی پستی بود، مردم به داد آورد. وقتی که مردم به داد آورد، شاه نتونست کاری کند، مجبور به قتیبه نوشت که برادرم هم خیلی است، تو مرا کمک کن، برای تو یک امتیاز میدم. قتیبه بن مسلم با همون لشکر رفتند خوارزم، برادر خوارزم شاه گرفتند، اسیر گرفتند. بعد
خوارزمشاه هر چی که در همون برادرش داشت از پول و مال و زر و زیور همه رو به قتیبه بخشید. بعد پیش از این در حلقه گذشته گفتم که مردم که بخارا رو فتح کردن، اینجا خوارزم فتح کردن. قتیبه هر جا رو که فتح میکرد از اونها برای خود لشکر میگرفت، یعنی اون شاهایی که مثلا خب با صلح چی میکردن یا که با زوری از اونجا لشکر میگرفت، از تهجوی ها، از مردم تهجوی. از اینجا دیگر هم بخاری هم مردم خوارزم رو گرفت اومد و میخواست که با کیها جنگ کنه با سمرقند. و باز در حلقه اول هم گفتم که مردم یک دولت متمرکز نداشتن، یعنی که شهرک ها هر یک تاش برای خودش مستقل بود، یه حکمی خودش داشت، یعنی که حکم مختاریت داشت، یعنی یک دولت متمرکزی با قوتی که مثلا ایستادگی کنه نداشت. یعنی بعدش کاستی سامانی ها دیگر ساسانی بعدش کاستی ساسانی نه در ساسانی هم اینو خیلی یعنی که در زمان ساسانی هم مردم آسیمان هیچ وقت با پررگی تابع ساسانی نبودن، بلکه اونها یک دولت نیم مستقل یک بودن، نیم مختار بودن یا خود مختار به خود مختار. تو بابا جان غفور میگن که مردمی که در جنوب بودن بسیارتر به ساسانی نگاه میکردن، مردمی که در شمال آسیا میانه بودن اونا بسیارتر به خاقان چین یا که خاقان ترک چی میکرد تابعیت میکردن، که تابعیت نامی یعنی که ظاهرا مستقل بودن لیکن نامش این بود که اینا تابعی چی هست. خلاص این وقتی که از خوارزم برآمد در ذهنش اومد که به سمرقند هجوم کنه و یکی از همون چیزاش مشورتچیاش بود اینجا، مشورتچیاش به نام مشجر ابن مزاحم گفت مناسب ترین وقت برای هجوم برای سمرقند همین حاضر است. چرا که تو گفت آمدی خوارزم بخارای گفت بگم که ضبط کردی گرفتی، خوارزم هم گرفتی، حاضر تو خیلی غنیمت زیاد داری، مردم سمرقند فکر نمیکنن که با این قدر غنیمت و با این قدر وزنینی تو بیایی و با اینا جنگ کنی، اینا شاید پریشان بشن، نمیبره اونا پروا نمیکنن، تو برای من باید که غافلگیر کنی اونها رو. تو معارخه میگن که همین شخصی که همین مصلحت داد خدا به تهدید کرد، گفت همین چیز در ذهن من بود، اگر کسی غیر از تو همین چیز فهمد، اگر بین لشکر آوازه شد من گفت سرت میبرم. یعنی نقشه داشت لیکن در خود پنهان، نقشه کاملا سری بود. بعد برادرش عبدالرحمن با غنیمت ها گرفت و به مرو فرستاد. ما گفته بودیم حلقه گذشته که مرو یک که بعضی چی بود، بعضی همین وای بود قتیبه بود، یعنی که مسلمان ها وقتی زمستان میشد با اونجا میرفت، بهار شد باز هجوم میکردن این طرف و بهار زمستان که اونجا رفت دم میگرفتن زمستان مرو. خب بله. بعد رفت اونجا گفت اینو بر همونجا مام، بعد دیگه کم نزد براش. مشاورش اونجا بردم. نه برادرش رفت، بعد از رفتنش براش نامه نوشت، گفت که برادر این نامه میخونی به هیچ که گم نمیزنی، تو خودت یک عسکرای یک قسمش فرستون با غنیمت روان مرو، خودت بیا طرف سوخت، منم هم طرف رفته استودم. لیکن گفت باید که کاملا چی باشد، یک ترهیب باید مخفی باشد. یعنی ببینید نکن خودی قتیبه با خوارزمی ها و بخاری ها به سوی سمرقند حرکت کرد. این دیگر در سمرقند آواز آمد که چه عربا میدن باید که هجوم کنن برای تو. از چه دیگر دوست ببینید چه خوارزمی بخاری همکاری کردن و میبینیم که وقتی که مسلمان ها با چی سمرقند آمدن شدن همکاری کردن اینها، یعنی که یک چیزی یعنی که چیزی نو نبود. از این پیش مثلا شاه چغانیان مثلا وقتی که با شاه شومان و اخرون، شومان حصاری حاضر است بینشون دعوا شد و کشمکش شد، شاه چغانیان از قتیبه یاری طلبید. وقتی قتیبه اومد به اصطلاح حاضر گیم با گل و گلدسته با گیم که گلمی سرخ پیشواز گرفت و اونها رو چیکردن تا اینکه حاکمی و شومان شکست. یعنی این یکی از مشکلات همین بود که مردم دولتی متمرکز که نداشتن، هر کس یعنی که جان خودم میکنه. خب اونجا گفتم غورک کودتا کرد. وقتی فهمید که قتیبه اومده است طرف سمرقند، غورک مجبور شد با شاهی شاش یعنی حاضر ازبکستان شاش یعنی که چاچ عربا شاش میگن، اخشید فرغانه حاکم حاضر ولایت فرغانه، حاضر مثلا ولایت فرغانه و وادی فرغانه و افشین استراوشان و خاقان ترک نامه نوشت، گفت که اگر شما حالا منو کمک نکنید
بعد از من نوبت شما هست. یعنی باید که من کمک کنه. ابن اسیر میگه که مؤرخ وقتی که نامه این به همون فرغانه و استراوشنه و اون طرف رسید، اون وقت استراوشنه میگفتن، استراوشنه اونا حکما یا اینکه طبقه اینکه نخبه و اینکه اریستوکرات ها گفتن که مردمی عامی برای ما هیچ وقت طرفگیری نمیکنه، چرا که مردمی عادی از ظلم سیستم اونا در شکایت بودن. یعنی که اکثرا لشکر میگه از اون نخبگان تشکیل شد. یعنی که اون لشکر یوریه که از استروشنه، فرغانه، چاچ و از خاقانی وای آمد تا دو خاقان یک پسرش به نام انیل خان همراه شد. چون که اونو درک میکردن که همین جنگ سمرقند برای غالب تقدیر ساز است، برای مغلوب تقدیر سوز. برای ما تمامی که قوه نخبه بهترین قوه خودشون صرف کردن تا اینکه در این جنگ غالب بیان. تا آمدن مثلا که همین کمک از طرف استروشنه و فرغانه دیگر مردم سمرقند در حقیقت دلیرانه و بی باکانه جنگیدن. یعنی تقریبا یک ماه اونجا محاصره بود، لیکن سمرقندی‌ها حاضر نبودن که به اینا تنتیم به مسلمانان. وقتی همین خبری کمکی نظامی این مناطق دیگر، شهرهای دیگر به قتیبه رسید، قتیبه برادر خودش رو که نامش صالح بود، صالح گفت باید که شما کمین تشکیل کنه. کمین در خارج شهر سمرقند، میگن که تقریبا منطقه 12 کیلومتر بیرون از سمرقند. با دو طرفی راه گفتن کمین گیره. وقتی که اون لشکر اومد با اون هجوم کنه شبانگاه، و شما هم دونه که این جنگ تقدیر ساز است. اگر که مغلوب شدیم دیگر ما نمیتونیم دیگه اینجا چی کنیم. اگر که ما غالب بودیم دیگر شهرام دیگر میگن پایدار هم باید که افت زیر دست ما. نبریم صالح رفت به اونجا و ایستادن در همون راه کمین گرفتن. یعنی که خیلی گفتم مسلمان تو چی حد این وزنی بدون و این جنگ خطرناک بودنش میدونستن. وقتی که کاروان استراوشن و فرغانی و نوچاچی و چیا اومدن نزدیک شدن، مسلمانان فرسته مناسبانه یک برقوار یک هجومی سخت کرد که در نتیجه وقتی که میدونن که وقتی کمین شد و هجومی وای شد، لشکر دیگه پراکنده میشد عادتا دیگه همه به جون خود میافتند و دیگه که میخواد که جون خودش خلاص کنن. لیکن اینجا قتیبه هم ببینید که به چه درجه مثلا که طرحهای مخفی داشت که برادرش هم خبر نکرده بود و خودش ببینید از محاصره سمرقند یک چند صد یا هزار نفر یا زیادتر با همراه خودش گرفت، نخبگان جنگاور بهترینه، رفت همون سوی کمین تا اینکه برادر خودش کمک کنه که در حالتی چی دیگه اون رفتن. اینا هم باز یک هجوم دیگه کردن که دیگه با دیگه دست و پای مردمی فرغانه و مثلا استروشنه و چاچی‌ها رو دیگه چی کرد، حیران ممکن چیکار کنن دیگه. هجومی ناگهان بود در حقیقت. انا وقتی که گویم که اون کمکی که به سمرقند می اومد ناکام ماند، نتونست به سمرقند رسد، دیگر اهل سمرقند با لشکری که قتیبه تک و تنها موند. میگه که یکی از مورخان میگه که یک مرد نقل میکنه از شخصی که در اون جنگ اشتراک میکرد، میگه که قتیبه میگه که ای سمرقند تا کی شیطان در تو لانه میماند، به خدا قسم میخورم که میگه صبحگاهان شما رو ادب خواهم داد. یعنی تهدید میکرد اونها رو به اصطلاح گیرم. خلاص جنگ پیش رفت توانست که رخنگی ایجاد کنه در قلعه سمرقند. وقتی که اهل سمرقند میگه در حقیقت جنگ میکردن، بی‌باک بودن، دلیر بودن، مثلا وطن خودشون حمایت میکردن، البته تیربارون میکردن مسلمان رو. دلیریشون در حقیقت دلیری کم نظیر هم بود مردم، یعنی که مردم چون که سمرقند در همه جنگ‌های که شده مثلا بین سمرقند و خیلی تا آخر مثلا جنگی خیلی چکی مردم اصیل بودن، وطن خودشون دوست می‌داشتن. بعد دیدن که دیگر دیوار افتاد، گفتن دیگه بغیر صلح دیگه چاره نیست، باز پیشنهاد صلح کردن. لیکن اینجا عجیب است که استاد باز قتیبه صلح پذیرفت. یعنی شاید که چند ساعت دیگر مونده بود که فتح شود سمرقند، لیکن وقتی که صلح پیشنهاد کرد صلح قبول کرد. برامون مورخان میگن که قتیبه انسانی درست دلیر بود، بی‌باک بود، یعنی که جسور بود، لیکن صفت خوبی داشت که مثلا خونی زیاد ریختن دوست نمی‌داشت. بنابراین اینجا وقتی که اونها صلح پیشنهاد کردن صلح کرد با اونها. مثلا ببینید یعنی که باید که تاریخ از واقعیت رو برای مردم گوییم، مثلا چه که در کتاب‌های خودی مثلا تاریخ‌های اسلامی اومده است. همین مثلا شومان حصاری حاضره، حاکمش خیلی جسور بود، خیلی دلیر بود. وقتی اومدن مسلمان‌ها شنید گفت که این مال نباید به اون نصیب کند، مالاشو در یک چاه پرتاب می‌کنه. اومد جنگ کرد تا آخر کشته شد. این آدم مثلا عهدی که بسته بود شکسته بود با قتیبه.
بنابراین قتیبه اومد و این شهر مردمش برده گرفت، میگه غلام برد یعنی. ایسارا. بله. اومد در فاریاب، مثلا فاریاب که در افغانستان است، اونجا میگن که شهر سوختگی است، مورخای خود اسلامی میگن. یا در طالقان مثلا، یعنی که همون لشکرایی که مثلا عهدشون رو ویران کردن در اونجا همیشه سر زدن. یعنی که همین سه حالت است. مثلا ما مثلا چقدر شهرها داریم، مثلا چقدر ولایت‌ها داریم، لیکن همین سه حالتی که شدگی است در همین جا. مثلا این من فقط در نظرم در زمان قتیبه رو همین دیگر میگیرن، همین اپیزودا، یعنی که به اصطلاح عمومی میکنن، یک جلوه عمومی که تمام کارهایی که قتیبه میکرد، گاهی سمرقند هم میخواد باشه، گاهی بخارا هم میخواد باشه، گاهی پیکند هم به همین شکل و مرو همه جا به همین شکل، گاهی که به خون ریزی کشته باشه. در حالی که اینا فقط همون مثلا خود هم پیکند هم گفتم، یاد اومد که پیکند هم وقتی صلح بستند و این از شهر برآمد و چند کیلومتر بیرون رفته، اونو گرفتن همون نماینده قتیبه گوشو بینیش بریدن. قتیبه اومد دیگه شهر چی ولنگار کرد در واقع. یعنی نتیجه عهدشکنی ها یا در نتیجه عهدشکنی رد فعل خودش نشون میداد. خلاص سعودی‌ها دیگر چی به همین صلح هم راضی شدن. از بندهایی که در صلح آمده است، مثلا سالانه باید که 2,200,000 تنگه برای مسالمتی هم. همین سال خودش که برای من 30,000 لشکر میتید از مردمی چی همون سمرقند داد. بایگری بودخانه و آتشکده ها مصادره کرده میشد. خیلی میدونی که چیزها بودکده و مثلا بودخانه و یا آتشکده ها جاهای اهم گفتیم که ثروتمندترین چیزی که مردم می‌کردن صدقات و خیرات میکردن، طلا میدادن، نقره میدادن. اون زمان البته پول طلا و نقره بود. خب بعد گفت که شهر گفت از نظامی ها خالی میکنه. یعنی در شهر سمرقند نباید که نظامی ساخته باشه. بعد گفت مسجد ساخته میشد اونجا. پس از اون مسلمان‌ها اشر بیرون میشه. همین شرطی که مونده. صلح بسته شد. بعد نظامی ساخته اشر بیرون شدن. مسجد هم ساخته شد. قتیبه 4,000 نظامی که وارد شد. همراه 4,000 مسلمان وارد شهر شد. نماز خوند، به ساختی‌ها گفت من اشر برآمده نیستم. تمام بندها رعایت میکنن بغیر از بند اشر برآمدن، چون که اینا خودش هم باید مسلمان‌ها وارد شهر باید که در آمده نماز بخونن میبرآمدن. لیکن این قتیبه صلحنامه باید برایان بود. یک بند از بندهای صلح رو ویران کرد. قتیبه. بنابراین سرچشمه‌های تاریخی اسلامی میگه که سمرقندی تا آخر میگفتن که قتیبه سمرقند به غداری به دست آورده است. یعنی به اصطلاح از میگیم شاید که یک نامردی شده است، از وقتی که مثلا قول داد، عهد داد، لیکن عهد خودش ویران کرد. که ان شاء الله در اطراف مفصل‌تر صحبت میکنیم در اطراف این چیز. ابن اسیر میگه که در همین نبرد، در نبرد سمرقند، یکی از دخترای یزدیگرد میگن در همونجا چی مونده که یگان نبیرهاش باشد شاید، در همین جنگ چه غلطی اسیر افتاد و او رو به خلیفه ولید، یعنی که ولید ابن عبدالملک فرستادن و زن ولید ابن عبدالملک شد. بنابراین میگن که پسری ولید یزید بود. یزید ابن عبدالملک 12ام خلیفه اموی خون فارسی دارد، میگن به اصطلاح از طرف مادر دختری یزدیگرد. خب قتیبه اومد همون بعد اون یکی از بنده گفتم که باید اون چی که آتشکده و بودکده ها دارن باید مصادره شود. اومد به طور شکستنی شد که غیرک اومد، اون غیرکی که کودتا کرده بود علیه ترخون. خیلی دیگه وقتی که با قتیبه صلح کرد، قتیبه هم دیگه مرد که اعتراف کرد همچون یک حاکمی یک چیزی دست نشانده شد دیگه برای قتیبه در سمرقند. یعنی که پیشتر مثلا دعوای چی میکرد، بازی میکرد، مثلا من جنگ میکنم، باز یعنی که من جنگ میکنم، من جنگجو هستم. لیکن وقتی که روبرو با همون چیگم نظامی های مسلمان شد دیگه مجبور به صلح شد. این که هم غیرکم. بعد میگه که این بوتا رو نشکن که گفت به بلای گرفتار میشه، به اصطلاح خودم به بلای بد گرفتار میشه، دستت شل میشه یا پات شل میشه. ولی خیلی با قتیبه گفت که من به دستان خودم گفت میسوزم بود. یعنی میخواست نشون بده که این چیزا عبادت نمیشه، اینا چیزایی که خودی آدم ساخته است. بله. بعد میگه آتش گران کرد، تکبیر گفت، بوتا رو جمع کرد، همه اونها رو سوخت. میگه بعد از اون بودخانه سمرقند 50,000 مسقال نقره برآمده که نزدیک به 212 کیلوگرم نقره است. از اونجا میگیرن اونجا. آنها وقتی مردم سوختن بوتا رو میبینن درک میکنن که اینا چی، اینا خدا نیستن، خدای دروغی هستن و اگر خدای حقیقی میشدن از خود دفاع میکردن، از پیرواشون دفاع میکردن و شروع کردن گروه به اسلام وارد شدن. ولی ما در گفتیم که در دوم گپ میگیم که چی مقصد چی سبب بود که مردم به اسلام وارد میشدن گروه.
خب ببینید یعنی که با یک حرکت زیرکانه قتیبه بت رو در دل مردم شکست. یعنی وقتی بت خودش رفت و شکست، مردم تو این فکر میکردن که این بت رسیدن آدم شل میکنه، بت زنی پاچکت با چلوغ میشه، دستت این میشه، فلان میشه. هم عقیده های دینی باطلی که پیش از اسلام بود. انا در نتیجه وقتی که دیدن دیدن بتاشون شکست شده است، ایمان آوردن که خدای یگانه است. اون بعد قتیبه یک اقدامی خردمندانه دیگه کرد که همین غوره که حاکم گذاشت در سمرقند. با تکرار شدم که به بهانه همینه این مغلوب کرد، به جای این ترخون آوردن یا پسرای ترخون آوردن بود. لیکن غوره که وقتی دید که غوره هم دید که دیگر سیاست و دیگر هیچ جا رفتن نمیتونه، مجبور شد راضی شد. لیکن بعضی قانونای سخت گذاشتن علامه غفور فهم آوردن که به اصطلاح حاضر گفتم کمندنسکی چاس اعلام کرد، گفت فلان ساعت تا فلان ساعت مردم نمیتونن برآمده در شهر، شبانه مثلا گفتیم که چرخ زدن نمیتونن در شهر و همراه خود کارد برداشتن یا که اسلحه برداشتن من بود برای من. حتی کاردان من. بله حتی کاردان من کردم برای مردم. قتیبه عادت داشت که هر شهری که فتح میکرد به کادرهای محلی اعتماد میکرد و همراهشون 2 نفر نماینده میگذاشت، یک نماینده نظامی و یک نماینده اقتصادی گویم به اصطلاح، یعنی که اون که نظارت میکرد به مال و امور مالی و این حاکم از مردم سمرقند میشد. مثلا همراه 2 نفر مشورتچی، یک مشورتچی نظامی مسلمان، یک مشورتچی مالی داشت تو اینکه اموری مثلا نظامشون نظارت کنه که شوریش نکنن، شاید وضعیت مالی مثلا فریب و نیرنگ نکنن، برای من چی میگذاشت. این یکم روایت فتح بود که مردم به همین شکل فتح شدن که قریب دیوال شکستن، در آمدن نزدیک بود که شهر گراند، لیکن مردم سمرقند صلح طلب کردند. اما ابو حنیفه دینوری در کتاب الاخبار الطوال روایت دیگری نقل میکنه که شبیه روایت هم ترویه هست. معلوم است که ترویه هم میدونن تقریبا. یعنی که میگه که قتیبه به حاکم سمرقند میگه که من قصد شومان رو دارم، یعنی که قصد حصار رو دارم، منطقه ها نزدیک حصار و دهنه و همجا. لیکن میگه من دیده سری که من صندوقای زیاد دارم، مثلا اون غنیمتایی که از چی آورده بود از خوارزم دارم. گفت همراه خودم بردم به حرکت، برای بردم با همراه خودم خلل میرسند این معلومات کشون و مقصد نه در وقت جنگ هم مثلا خاطر پریشان که مغلوب شیم که نگیرن این از دیگر. گفت برای تو امانت میگذارم همین صندوقای چه مال و کالا و زر و زیور و در بازگشت از شما باز میگیرم. اینه به حاکم سمرقند؟ بله به غورک. بله. لکه میگن در داخل صندوق لشکر جا کردن شد. وقتی وارد شهر شدن شبانه دیگه درای صندوق کشادن و برآمدن دیگه دروازه کشاده آمد دیگه مسلمانان در اومدن تو شهر فتح کردن. این روایتی کی است؟ ابو حنیفه دینوری. اما زرینکوب یک مورخ ایرانی هست و اتفاقا همین دین ستیز و مثلا مسلمان ستیز ها بسیارتر به همین گفته همین تکیه میکنن. زرینکوب در کتاب 2 قرن سکوت دارد. 2 قرن سکوت هم 2 چاپ دارد. چاپ یکمش که خیلی خطاگویی باید دارد علمی که در چاپ دوم خودش اعتراف میکنه. میگه که من بعضی خطاگویی راه دادم اینو آنو، لیکن این دین ستیزا این سکولارا فقط همون چاپ اول چاپ میکنه چی است. خب میگه که قتیبه به حاکم سمرقند اظهار دوستی میکنه، گویا به او هدیه فرستاده باشد و اینا اونو. هم در داخل صندوق میگه سربازاش جمع میکنه، شبانه سربازا از صندوق برآمده دیگر میشهر میکنه. این روایتی کی است؟ این به همون روایت ابو حنیفه دینوری نزدیک است با روایت مترویه. خب بعد زرینکوب یک جمله عجیب میگه که این میگه بعید نیست. این بعید نیست. چرا که اهل سمرقند به حاکمای مسلمانی که بعد قتیبه آمدند بارها شکایت بردن از این حیله‌ای که علیه آنها استفاده شد. این سخن زرینکوب است. یعنی که با همین مردم خراسان همیشه دعوا میکردن که قتیبه سمرقند را خائنانه، غدارانه، عهدشکنانه فتح کرده است یا استیلا کرده است. انا که استاد میشه که همینجا ما هم قصه مشهور بیاریم که همین قصه که در اطراف که خائنانه یا که غدارانه به اصطلاح اونا سمرقند را فتح کرد. تاریخ تبری و فتح البلدان بلازوری آمده است که پس از 7 سال سمرقند فتح سمرقند، یعنی سمرقند سال 93 فتح شد. 7 سالش یعنی سال 100 93 هجری. بله 93 هجری فتح شد. سال 100 هجری شکایت بردن مردم. چرا؟ وقتی شنیدن که یک خلیفه عادل به نام عمر ابن عبدالعزیز آمده است. بله.
که از طرف مادرش به خلیفه راشد عمر ابن الخطاب فارق امت مثلا چی است نبیرگی میکنه. از این فاتحه شکایت بردن. خب چون که خطیبه وعده داده بود که من شهر وارد میشم باز خارج میشم، لیکن وارد شد که خارج نشد. چنونی که پیشتر گفتیم. بله. خلیفه وقتی این خبر شنید میگن که نامه نوشت برای قاضی به نام جمعه ابن حاضر باجی، گفت تو این مسئله رو دیده برو، بعد از اون حکم خودت برو. همین باجی وقتی مسئله دیده برآمد ببینید پرونده گرفت، حکم برآورد که عرب‌ها از شهر بیرون برن و دوم باره یا با جنگ یا با صلح وارد شهر شوند. این حادثه یعنی بعد 7 سال بله. در اومدن قتیبه شده. بله قاضی حکم میبره. بله چون که عمر ابن عبدالعزیز زمان عمر ابن عبدالعزیز کی باشد یعنی که سال 100 میشود. اینجا گفتم تکلیف که بعد از 7 سال آمدن دیگر وقتی که قاضی اومد گفت که شما گفت در حقیقت غدارانه وارد شهر شده، شما حق ندارید، این فتحتون فتح بیکاره هست، از شهر برید. اگه دیگه اونجا قماندان یا اینکه فرمانده دیگه آدم بود، قتیبه مرده بود، چون که قتیبه سالی 96 کشتن. اونا برام دادن شهر. گفت یا جنگ کر از دیگر فتح کنه یا اینکه صلح کنه با مردم سمرقند. خب دیگر اینجا برادر یعنی که تصور کنید مردم سمرقند اونا که شکایت کردن از اون نخبگان و از اون آریستوکراتایی که شکایت بردن در چه حالت قرار گرفته باشن. یعنی که این وقت عظمت و بزرگی قضاوت قاضی مثل مسلمان رو دید. میتونیم یک چند فایده گیم از اینجا. یکیش که انصاف ببینید، انصاف و بی‌طرفی مورخای اسلامی است که خطابی همیشه سرلشکرها رو در کتاب درج کردن. یعنی ببینید حکومت داشتن میتونستن سنزور بگذارن، خیلی کنیم از این حکومت و فاطمیان آبروش میریزد، خیلی گپ نزدنش. یعنی در حالتی ضعف قرار داشتن، در حالتی قوت قرار داشتن. دست شو. خب یعنی امانت علمی رعایت میشن اون وقت. یعنی این نمونه بسیار داره. مثلا واری هایی که مثلا ببینید برای پر کردن خزینه خودشون از مردم محلی با وجود که اسلام آورده بودن جزیه میگرفتن. تصور میکنید یعنی که بعضی حاکما بودن در زمان بنی امیه که مردم فارس مثلا مسلمان میشدن، اینو میگفتن که اگه از اینا جزیه نگیریم خزینه باید خالی شود. بنابراین هم بشر مسلمان میشن هم جزیه میداد. بعد مردم گفتن نه جزیه نمیدیم، برای گفتن به همین دین خودمون میمونه اگه خیلی باشه. یعنی فرق چه از بین ما و بین این خطاگی های بعضی حاکما بود، یعنی این چیز به اسلام نسبت داده نمیشه. بله البته چون عمر ابن عبدالعزیز وقتی این خبر دونه از اونجا میاریم اینجا این آدم از واسه میگیره تو میگه که خونده که باید که مسلمان جزیه گرفته شه. خب یعنی که یکم همین اسمش هست، یعنی که مسلمان‌ها رو منصف بدنشون در تاریخ نگاری هست که امانت علمی رعایت می‌کردن. از مسئله اگر همون نگادین اینو از کجا میدونستم؟ مثلا حاضر همین سکولار رو یک مرجع دیگه نمیدونن، از میگن که تبری گفت، ابن عساکر گفت، ابن اسیر گفت و فلانی گفت. مورخونه ولی باز هم مسلمانای خودم میگن یعنی که و انصاف و عدالت حاکم مسلمانان عمر ابن عبدالعزیز که اهل سمرقند مثلا دعواشون رو شنید، قاضی تعیین کرد، با قاضی علیه همون لشکر دولت خودش که حکم برآورد. خب یعنی که این چنین نمونه ما بسیار می‌بینیم. مثلا استاد همین قصه حضرت ابن علی ابن ابی طالب با هم یهودی وقتی که با جوشن اختلاف شد، خیلی قاضی جوشن گفت تو دلیل نداری، علی گفت تو دلیل نداری، جوشن مال این است. یهودی گفت خیلی این دولتش خیلی است که خلیفه‌ش میارن محکمه میکشن، بالاش حکم میکنن، علیه او حکم میکنن که به فایده اونه. انا این یک فایده دیگرش نیست که مردم محلی باوریش با حکومت نو به اسلام گیریم، یعنی که به عدالت اسلام باوریشون زیاد کرده که ما خیلی ما یا انسانی که استیلا شده به استیلا شدیم، لیکن دادی ما رو محکمه اینا میشونه. خب اینکه دنیای امروز مثلا بین ابرقدرت امروز هم یک عدالت استیلا میکنه، نه تنها جنایتاشون عادی است بلکه جنایتاشون علیه بشریت مرتکب میشن، آدم کشی میکنن، سربروری میکنن، تجاوز میکنن، لیکن نمیتونه که به محکمه کشد. چرا؟ چون اونا علیه حسانت دارن، اونا علیه چی دارن؟ مسئولیت دارن به اصطلاح. او دولتی که از دولت دیگه غصب میکنه نظامی خودش مسئولیت داره دیگه، هیچ کی سود کرده نمیتونه بغیر از دولت خودش. اونجا میرن دیگه با آزاد میشه. اینجا وعده مثلا این چیز در عراق بسیار دیدیم، در افغانستان مثلا دیدیم که هم بسیار حالات مسلمان‌ها رو به چی نامردی ها، زن‌ها رو، دخترها رو کودک رو کشتن،
گفتم وعده محکمه دادن، لیکن اونجا بردن دیگه باز چی میل کردن، آزاد کردن اونها. استقلالیت نظام سعودی مثلا ببینید اینجا همه مثلا حکومت سه شاخه داره، حکومت مثلا اجرایی داریم، حکومت سعودی داریم، قانون برار داریم. اینجا حکومت سعودی در فجر اسلام، در اول اسلام چی بود؟ آزاد بود. آزاد. از همون دوره ها استقلالیت سعودی داشتن. خلیفه نمیتونست دخالت کنه. یعنی میتونست عمر بن عبدالعزیز گفت که خیلی به فایده خدا محل کنم که شرمنده نشم. نه خیلی نگه، قاضی گفت خیلی حکم الله سمیخ حکم میکنه که اینجا استقلالیت قضا رو نشون میده. یعنی که ببینید تصور کنید شهری که مسلمان‌ها هزارها خون داده بودن، هزارها خون دادن، فتح کردن، عذاب کشیدن، لیکن یک گویم که امضای یک قاضی اون رو وادار کرد که از شهر بیرون شد. یعنی اگر همین چیز بابای ما مثلا نیاگانای ما سوخدا وقتی میدیدن مگر بی‌طرف میموندن؟ بله. یعنی مگر تعامل نمیکنه که این چی دینی هست که میآید نظامای خودش با محکمه بکشید و علیه اونها حکم میکنه، تو مردمی بومیه به طرفش مثلا چی میگه؟ یعنی به فایده مردم، وقتی یک مردمی که شاید آتش پرست بودن، شاید بت پرست بودن، یعنی این مسلمان خودش یک طرف گذاشت، آتش پرست به فایدهش مثلا حکم صادر کرد. یعنی مثال همین میتونم مثال یعنی که بلخ هم بین سال 86 میگن که اهالش گرفت، برده گرفت، میگن که همین کی قتیبه اهالی بلخ وقتی شاه بلخ صلح طلبی همه برده‌های آزاد کرد. سال 86 عیناً هم که قتیبه است. یعنی که مثلا چی گفتم که یعنی همین جوان مردی ها رو دیده مقصد مردمی ورارید مگر بی‌طرف شده میتونید؟ مگر به این دین دلش جوش نمیزد؟ نمیخواست درک کنه که چه خیلی دینی هست که مردمی مثلا به اصطلاح شده رو با هم طرفگیری میکنه، با اون فایده اونها حکم صادر میکنه. این همین به شکل عام گویم که فتح سمرقند به همین شکل شده است و اینم شکایت مسلمان از بالا اونها. استاد واقعا یعنی ما مسلمان ها در تاریخ یک چیزهایی داریم که یعنی بی‌نظیر. در حقیقت این قصه فتح سمرقند و مثال قاضی چنین حکم کردنش واقعا در تاریخ چنین حادثه ها نیست به جز در تاریخ مسلمان ها. و همچنین باز یک طرح شما برای من خیلی مثال معقول است، پسند است که طرح علمی وقتی بیان میکنید همش سرچشمه ها و منصفانه طرح میکنید. استاد اکنون میگذاریم به فتح مثلا این طرف خوجند و استروشنه و دیگر شهرها، این طرف ها چگونه فتح شدند؟ ولی وقتی سمرقند فتح شد البته قتیبه یک استراتژی بود، انسانی که مثلا آینده رو میخوند، به اصطلاح که دوربین بود. وقتی که محاصره بود سمرقند، کی به کمک اون اومد؟ استروشنی، فرغانی، چاچو، مثلا شاید حاقانی ترک اونا. به خود اندشید گفت اگر ما گفت سمرقند به این شکل ویل کنیم رویم حتما اینجا ناامن میماند، چون که اون سه نفری که اونجا بودن سه منطقه باز میان اینا رو کمک میکنند و این مثلا لشکر رو بیرون میکنن. بنابراین باید که باید به اونها هجوم کنیم. به اصطلاح بهترین چی میگن دفاع این هجوم است. مثلا که باید که ما رفته باید که مثلا استراوشن آزاد کنیم، به اصطلاح بریم چاچه، فرغانه و حاقانی ترک هم باید که چی کنیم. این نقشه رو کشید. برای همین برای سال آینده یعنی که باید که سه دولت رو در شمال باید که ریشه کن بکرد، دولت چاچ، دولت فرغانه و دولت استروشنه. برای این دو نقشه کشیدن، میگه یک نقشه کشیدن دو به دو راه. گفت که طرح نوش عبارت از دو کاروان نظامی بود. یکم کاروان نظامی این باید که از جنوب حرکت میکرد که سردارش خودش بود، از جنوب به سوی که فرغانه برای سمرقند، استراوشن، خوجند، فرغانه، کاسون حرکت میکرد. این کاروان فقط از عربا عبارت بود، کاروانی که فقط لشکر نظامی عرب بودن. دیگر هم شاید کاروان شمالی بود. این خط سیرش عبارت از سمرقند، چاچ، کاسون بود. یعنی که میرفتن که همون خود منطقه فرغانه از دو طرف، از طرف شمال و هم از طرف شمال و هم از طرف جنوب
باید چی میگرفتن. خب اینجا اینا یک سرلشکری خودش موند اونجا که اینجا مردم آموخته بودن از نو مسلمان هایی که از سمرقند برآمدن، بخاری ها، خوارزمی ها، نصفی ها، کیشی ها و غیره. خب این به اینجا که مردم نو مسلمان در فتح سرزمین باقی مانده ورورود سهم خود را گذاشته است. مردم محله. بله. خب سال 94 از مرو به مکان جمشوی سمرقند رسید. یعنی که اومدن سمرقند. یعنی که بعد از اینا رفتن مرو، بگشتن اومدن سمرقند. کاروان نظامی آماده است. خب با کاروان همین خودش همین که قتیبه جنوب از مناطق کوهستان و دامنه‌های سروشنده، یعنی که حاضر منطقه جیزخ تقریبا. مثلا استراوشن با جیزخ همسایه است و زمان هم جیزخ اصلا جزئی از مملکتی اسروشنه حساب میشد. خب از اونجا حرکت کرد، رفت شروع کرد توسط، بعد اونجا خوجند رفت، از استراوشن گذشت. اینکه میگن که بسیارتر هم منطقه دامنه‌کوهش زده رفت، منطقه کوهی میگن که عمیق وارد نشد اونجا. بعد رفت فرغانه، بعد موعدشون در اونجا بود، در همون کاسان بود منطقه. خب اونجا رفتن دیگه، اما کاروان شمالی دوم کاروان خیلی وزنی رفت چون که مقاومت شدید رو برشت. علاوه بر این مثلا اونجا رفتن منطقه اسپیجاب است، اونجا رو فتح کردن که تقریبا 120 کیلومتری تاشکند است اونجا. خب با اونو رفتن اونجا کاسان. اینه که خلاصه همین سال 94 همین ظفرها به میان اومد، اما تفصیلاتش در کتاب تاریخی اینقدر نامده است اونچنان که تفصیلات سمرقند و بخارا آمده است. منطقه چاچ و اسروشنه و فرغانه چیزی آمده است همین است. همین سال 94 توانستن که این منطقه رو فتح کنن. یعنی که با پررگی تا سال 96 فتح شده است منطقه، 94 و 95 و 96. خب وقتی که میگن همون که قتیبه در جای بود چاچ بود، خبری مرگ حجاج رسید. چون که یعنی اساسی شخصی که اینو به فتوحات تحریک میکرد همین حجاج بود، حجاج بن یوسف. وقتی خبر مرگ وی رسید دیگر موقع عربو ضعیف شد، یعنی که دیگر عربو احساسی چی کردن، چون که ولید ابن عبدالملک اومد نامه رسید که وظیفه خودت مونده تو فتوحات دوام بده. ولید برای کی؟ خب دیگر بعد اینکه خبر حجاج اومد دیگه ولید که خلیفه شد بعد از اون، خب نامه رسید که تو در وظیفه خودت میمونی. بعد اون قتیبه فکری شورش کرد تو وقتی که شورش فکرش کرد در مقابل خلیفه، اینکه وقتی قوی زیاد احساس کرد شاید چی شد، بعد بعضی انسان‌ها از داخل خودشون در اومدن همون قتیبه همراه برادرش و قبیله‌اش همش کشتن. و قتیبه حاضر قبرش در کجای وادی فرغانه است، نمیدونم در شهر اندیجان است یا فرغانه است، در یک رولک چشم دیده بودم مزارش جور شد که اینجا مزار کردن آدم میرن زیارت میکنن. خب لیکن بعد مرگ قتیبه دیگر قتیبه گفتیم که یک انسانی مؤثر بود، یک انسانی چی بود، کاریزما به اصطلاح بود. وقتی که وفات کرد شورش ها اونجا سر شد، مشکن مثلا چاچ شورش کرد، سمرقند هم شورش کرد، این اون هم شورش کرد. خب اینجا یک حکومت دیگه بود تقشادن بخارا بود و دیگر درویگی شروع کرد بین مسلمانان بین مردم محلی و به همین شکل. خب دیگر به همین شکل چی شدن، همین منطقه ها بعد با شورش ها پخش میشدن مایده. یکی از استاد مثلا شورش های مایده شده بسیار بود، لیکن یک جای چی است که استاد علامه غفور هم ذکر کردن، اینجا هم قضیه چی ها هست در اونجا که در خوجند رخ داده است. یک چند نفر سعودی اونا سال 104 هجری شورش میکنن، بعضی از نماینده های همین مسلمان میکشن در بخارا و سمرقند در هر کجا، بعد جمع بشن از چیزی فرغانه چی پناه طلب میکنن. فرغانه هم مثلا حکومتش میدونست که اگر در خود فرغانه جا کنه بالا سرش بلا میبرد و هم گفت خوجند که تابع فرغانه بود گفت در خوجند جا کرد. دیگر این سعید ابن چی آمد و سعید ابن عمرو حرشی آمد و هجوم به خوجند کرد. همینجا هم مثال چی میکنن که همون شورشگرها تقریبا عددشون 3000 نفر بوده. تبری هم شورشگرای سعودی وصل نموده است، میگه که سعودی ها بیباکانه به سلاح جنگ داد و به چوب جنگ کردن ضد عرب هم واسه مسلمانان.
بچوبه که اینقدر، یا شاید که دیگر اونا امیدی زندگی هم داشتن مثلا در خودش پناهندگی در اینا. اما میگه خوجنده حیله کردن در نزد دروازشون چخوری ها گفتن، تو اینکه دشمن وقتی که غلبه کرد اومدم نمیدونه که دشمن اونجا می افتادن دیگر چی میشه، یعنی خندق میره. خندق. لیکن اینجا عجیبه است که روایت دو خیل است، اینجا دو خیل اومده است. یکیش که خوجنده میگه مغلوب شدن و هنگام گریختن دیگر به خطاگی اون که از ترس دیگه فکرشون خودشون دارم خندق افتادن میگه. خب چاهکان زیری چاهشده 40 نفر، یعنی که تا مسلمان‌ها در مورد 40 نفرش کشیده برآورده میگن. اما اینجا غفور باشن علامه دیگه میگن که حادثه اونها در نزد دروازه و خندق گفته بودن، بالا اونها پوشوندگی بودن و خب سپس بر دروغ رو بگریزنی خدا میگه. دروغ یعنی که تاکتیک جنگی بود. یادن عربای فریفته شده اونها رو تعقیب کردن و 10 نفرشون با اون خندق و غلطیده مردن. عربا. یعنی که اینجا دو چیزی که روایتی با هم چیز اینه که جمع کردنش هم البته مشکل است که شاید که از اینا هم افتاد از اینا هم افتاده باشد، الله اعلم. یعنی که ما برای واقعیت تاریخی بیان کنیم هر دو روایت رو آوردیم. بله. خب بعد مسلمان‌ها از این 3000 نفر سعودی شورش کردن، 400 تاجر جدا کردن. خب باقی مونده همش سر زدن. گفتن تاجرها گناه ندارن، تاجرها کارشون اخسار بود، اینا مثلا خودشون که، لیکن این 2400 نفری که در شورش اشتراک کردن چند تا نظامی رو کشته بودن برای خاطر اونو که اون جنایتی که صادر کردن در حق اونو سری اینا رو زدن. خب لکه استاد باز ما گفتیم که باز منصفی مورخان اسلامی بینید که ما بعد این میگه مسلمان‌ها اما سعید ابن چی وای میرد کش میرد. در کش یک شهر به نام خزار بود، حاکمش نامش سبوغری، این نام شاید سعودی باشه. خب سعید اونها رو به مسیر خوجندی ها تهدید کرد، لیکن امان داد، باز گفت عفو میکنم تو رو، گفت و خودش سپرد. لیکن متاسفانه سعید حرشی با وجود اون که وعده عفو اون داده بود او رو در راه کشت. یعنی بعد گاهی خیلی گفتم در وای بعضی هم خیلی چیزی می اومد که مثلا که سر لشکرایی که به عهد خود وفا نمیکنن. مثل همین هم مثلا بین سعید ابن عثمان ابن عفان به همین مثلا بی‌وفایی دست زد، یعنی که مثلا عثمان ابن عفان این مردک شو کرد وقتی بخارا آمد، از بخارا میخواست سمرقند هجوم کنه. ما گفتیم در بدایت حلقه که هم 3 مرحله است، مرحله سعید ابن عثمان و مرحله سلم ابن زیاد و بعد مرحله قتیبه است. همین وقت سعید ابن عثمان آمد بخارا با صلح فتح کرد، خواست سمرقند رود، برای اینکه ترسید که از قفا بخارا غداری نکنه. از اونجا حاکمشون زن بود، از زن چی کرد؟ گفت که برای اینکه من ضمانتی که هجوم نمیشود باید که 40 نفر از اریستوکرات‌ها، نخبگان، فرزندای ثروتمند و حکومتدارا برای من اسیر تی. همین که من سمرقند فتح کردم، بعد از اون وقتی که شما مثلا هیچ کار نکردید برایشون باز میکردم 40 نفرتون. مورخان میگن که این زن هم زنی پخته بود، بسیارتر همون مخالفای خودش گرفت، فرزندای انسانی مخالف هم بود، گپ میزدند مثلا انتقاد میکردن حکومت دارش، فرزندان همون رو داد میگن. لیکن متاسفانه سعید ابن عثمان اونا رو آورد، گفت از سمرقند برابر طرف چی اومد؟ ترمیز آورد. گفت من ترمیز رو میتونم. وقتی ترمیز رفت نداد، از آب گذشت این طرف، گفت من مرو میرم بعد میتونم بروش. مرو هم رفت نداد، با همین بود مدینه. در مدینه که اونها رو کار میفرمود در همون چیز خرماش نخلستانش. لیکن اونها هم بچه‌ای اریستوکراتن، کار نمیدن، خیلی کاری واسه اون گرمی عربستان. اینا چی هم آورده است؟ همین نکته رو صوتی ملوک‌زاده آورده در کتابش. فهم دختر سعودی از نامش چیز اونجا آوردگی. اونجا قهرمان نامش ویرکن است. اینو مصلحت میکنن در تاریخ هم هست، برای اونا رو باید میکنن که مصلحت میکنن که این سعید ابن عثمان رو کشن. سعید ابن عثمان بار میبرد خیلی اونا رو نکویش میکنند، مثلا کار کنه این کنه و کنه. در اون باغ وقتی که در اون باغ نخلستانش کار میکردن، سعید ابن عثمان رو کشتن، گریختن. بعد خبر رفت به خلیفه یا که والی مدینه، بعد اونا رو تعقیب کردن دیگر کشتن. مثلا چند نفری که بودن، اونم 40 نفری. خب این است، یعنی که به شکل عام من میگم فتح سمرقند به همین شکل است و فتح اینکه مناطق دیگری که با
لیکن فتح حال کامل نبود، چون که دیگر بعد از این با شور شد چند بار تقریبا تا سالهای 150 180 تا 200 بعد، یعنی که اسلام در همین گویم که عصر نیمه دوم عصر هجری بعد دیگر گویم که قوت گرفت در آسیا میانه. دیگر نتیجه هاشون ببینیم اون طرف دیگه، من امام بخاری میشنده که فلان امام ترمذی همینا، لکه نتیجه چی است؟ همین فتوحات اسلام. خب حلقه آینده ان شاء الله درباره عامل های شکست خوردن مردمی مثلا محلی در قبال مثلا عرب ها یا مسلمان ها، چی عامل ها شد که مردم مثلا مغلوب شدن، این چنین چی باخت و برد و باخت مردم ما از این فتح چی بود؟ یعنی ما چی دادیم، چی گرفتیم از فتح اسلام؟ یا فتح برای ما چی داد؟ چی رو از ما کشید و گرفت؟ ان شاء الله حلقه آینده در اطراف هم میخوایم صحبت کنیم. تشکر زیاد استاد. یعنی حلقه اگر کمی طولانی هم شده باشد ولی الحمدلله خیلی ثمرناک و خیلی فایده های علمی استاد ذکر کردند و ان شاء الله چنانه که استاد اشاره کردند حلقه آینده درباره عامل های شکست مردم محلی، چی سبب شد که آنها در نزد فتح اسلامی شکست خوردند و همچنین برد و باخت آنها، ما مردم این سرزمین چی فایده ها و چی باخت های کردیم از فتح اسلامی، همراه استاد صحبت خواهیم کرد. تا نوار آینده الله نگهبانتان باشد.